چون دوست ندارم بیکن زیاد خورد بشه، با دست به همین صورت میندازم داخل تاوه، قشنگ سرخش میکنم. خب اینم از تخم مرغ. این نکتهش خیلی مهمه، باید شعله رو کم بکنیم، بذاریم سفیدش قشنگ از اون حالت خام بودن در بیاد، بعد زرده رو در انتها میزنیم. خب این پنیر گودا رو میذارم اینجا. خب حالا میریم سراغ نون توست. تاوه‌مون که چربه، قشنگ نون توستامون رو میذاریم تو تاوه که حالت سرخ شدن بگیره به خودش، رنگش عوض شه. بیکن و تخم مرغمون رو میذاریم روی نون توست با پنیر. حالا میریم سراغ این نون.